میفرماد ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم. خدا هیچ کسی رو بر انسان مسلط نمیکنه مگر کسی رو که تو ازش بترسی. تو از چی میترسی؟ همون رو برات مسلط میکنه. خدا بدش میاد. چرا از من نمیترسی؟ فقط منم که بهت ضرر نمیرسونم، فقط منم که به نفع تو هم، منم که تو رو آرامش میدم، منم که تو رو در آغوش خودم میگیرم. اما من نمیترسی. از کی داری میترسی؟ همونو بهش مسلط میکنه. چرا از من نمیترسی؟ فقط منم که بهت ضرر نمیرسونم، فقط منم که به نفع تو هم، منم که تو رو آرامش میدم، منم که تو رو در آغوش خودم میگیرم. اما من نمیترسی. از کی داری میترسی؟ همونو بهش مسلط میکنه. از این روش های خدا دیگه. به هر کی امید داشته باشی خدا واگذارت میکنه به اون. آقا این پول داشت میخواست به من قرض بده، دلم دنبال اون بود، میگه خب برو دیگه واگذار به اون. بعد اون ور ملائکه رو میفرسته میگه این فلان فلان شد، پولشو بگیرید ببینم. دل مردم رو به خودش بسته. هیچ میری و میگه آقا وام، میگه ندارم، به خدا یک شکستی بهم افتاده که همه چی خراب شده. برمیگه خدایا درها بسته شد. میگه حالا برو شاید یه در دیگه باز بکنی ببینی، تو که این کاره ای، همه جایی برو دیگه. ملائکه دلشون میسوزه، میگن بابا این بدبخت خدا نگاهش بکن. نه 2 دقیقه الان یه فکری به ذهنش میرسه، یه در نیمه باز هست ول میکنه میره. صبر کنید شما، الان به ذهنش نرسیده. خدایا بله اینا راستی برم به فلانی بگم. خدای باشه الان من برمیگردم. رفت. برو حالا. طرف بهت گفت تو من بهت وام میدم، برگرد بگو خدا دست توه ها، اینا هیچ کارن. تشکر ازش بکن ولی از خدا تشکر کن. ریشه ترس یکی قطع ارتباط با پروردگار عالمه. ریشه دوم ترس محبته، علاقه است. دنیا رو دوست داری، ترسو بار میای. تا وقتی که حب دنیا تو دلت هست ترست هست. میخواید من روایتم براتون بخونم. یا هشام امام صادق علیه السلام میفرماد من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. کسی دنیا رو دوست داشته باشه خوف از آخرت از قلبش میره. پس خوف چی میمونه؟ خوف دنیا. هر چی رو دوست داشته باشی میترسی. دیدی زیاد داری میترسی، برگرد بگو من چی رو زیاد دوست دارم. حالا مثلا من اینو زیاد، مثلا آبروتو دوست داری، از بی آبرویی میترسی. ببین بی خیال آبرو دست خداست، نترس. نه آخه خیلی دوست دارم آبرو، نترس از آبروت، دست خداست، او حفظ میکنه آبرو تو رو. ما چی کار بکنیم برای از بین رفتن ترس؟ ترس خیلی زشته. یکی از زشترین نتایج محبت به دنیا و زخارف دنیا و انواع و اقسام محبت‌های به دنیاست. اینا رو علاقه نداشته باش، شجاع میشی، شجاعتت میره بالا. توکل از اون طرف، پیوستن به خدا از اون طرف، اعتقاد به خدا از اون طرف، بریدن از دنیا و اینجور علاقه ها از یک طرف. این دنیایی که شما دوستش دارید اصلا لازم نیست دوستش داشته باشی. برای چی دوستش دارید؟ این دنیا نوکر شماست، این دنیا حمار شماست، این دنیا غلام شماست. گر نستانی به ستم میدهند، میریزن پات. تو نیاز نداری به اون علاقه داشته باشی. نه حاج آقا اینجوری هم نیستا، مثل که خودت وضعت خیلی درسته، دنیا باید به دنبالش به زور به دست میاری. بنده خدا اشتباه به عرضت رسوندن عزیز من. خدا وقتی که تو و دنیا رو خلق کرد در گوش دنیا یه حرفی زد، من اینجا پشت بلنگو بگم. فرمود دنیا هر کی افتاد دنبال تو ناز کن بکش عقب، بذار دنبالت بیفته. میخوام ریختشو نبینم در خونه خودم. میفرماید خوف تو از خدا بالا ببر تا از چیز دیگه نترسی. تو باله من شغله خوف الله عن خوف الناس. خوش به حال کسی که خوف از خدا او رو مشغولش کرده از خوف از مردم بیارن رو بترسونن، میگه برو بابا حال نداری، مسخره اومده منو بترسون. من مشغول یه ترس دیگری هستم، این جوجه اومده منو بترسون. بله خب تو از خدا بترسی دیگه کسی به چشمت نمیاد. من خاف الله آمنه الله سبحانه من کل شیء. هر کی از خدا بترسه خدا او رو در امنیت قرار میده از هر چیزی. خدا شاهده کسی بخواد شما رو بترسونه، الکی بودن آن عامل ترسانده رو خدا بهت نشون میده. میگه ببین
ضعفش رو ببین، نقطه ضعفش رو ببین. هر کی از خدا بترسه، خدا او رو در امنیت قرار میده از هر چیزی.